سلام استاد، وقت شما بخیر باشه. بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت دوستان گرامی، همراهان همیشگی. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشید. دیگه یواش یواش بوی بهار هم میاد و توی این روزهای پایان سال بخوای بشینی مطالب علمی رو بخونی، باید خیلی علاقه‌مند آدم باشه به مطالب علمی. امشب مهمان خیلی عزیزی داریم، جناب آقای دکتر اسدی، متخصص طب هسته‌ای، که آشنایی بنده با ایشون از طرف استاد بهتوی عزیز که در بوشهر مشغول هستن بوده. آقای دکترشون رو به من معرفی کردن و بعد من از آقای دکتر اسدی خواهش کردم که یه وقتی رو بذارن راجع به بحث نوکلئار مدیسین، کاربردش توی ریه برای ما صحبت بکنن. قبول زحمت کردن و امشب در واقع آخرین ژورنال واچ ما هست، فکر می‌کنم 46مین یا 47مین ژورنال واچ ما هستش. ما خدمت استاد اسدی بزرگوار هستیم. جناب دکتر اسدی، ما وسط بحث اگر دوستان کسی سوالی داشته باشه تو قسمت چت عمومی می‌نویسه و من ممکنه بعضی جا صدای شما رو قطع کنم، با اجازهتون سوالی بپرسم، بحثی رو مطرح بکنم که انشالله بیشترین استفاده رو ببریم. ما خدمت شما هستیم دوستان. در واقع کلاس هم ضبط میشه، در سایت انجمن بارگذاری میشه و بعدا میتونن از اونجا هم استفاده کنن. جناب آقای دکتر اسدی خدمت شما هستیم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، اساتید و شرکت کنندگان در این وبینار. بسیار خوشحالم که امروز در کنار شما عزیزان هستم و از انجمن ریه ایران به خصوص جناب آقای دکتر سامی و آقای دکتر بهتویی بابت برگزاری این وبینار تشکری ویژه دارم. امیدوارم مطالبی که در رابطه با نقش طب هسته‌ای در بیماری‌های ریه مطرح می‌کنم مفید واقع بشه. و در رابطه با طب هسته‌ای معمولاً به عنوان یک ابزار تشخیصی در بیماری‌های کمی از بیماری‌های ریه عموماً بحث میشه. امروز به یک سری موارد از این که در موارد جامع‌تر و حتی در بیماری‌های مزمن ریه مدیریت و طراحی درمان اونها حتی کمک میشه بحث خواهیم کرد و نیز با ابعاد کمتر شناخته شدهش به خصوص نقص ترانوستیک و درمان در بعضی از بیماری ریه هم صحبت خواهیم کرد و هر جا هم لازم باشه به نقش AI در منیجمنت بیماری ریه هم اشاره خواهیم کرد. به طور خیلی کلی چارچوب بحث ما در رابطه با اصول کلی طب هسته‌ای، نقش پت-سی-تی در بیماری‌های اونکولوژی و غیر اونکولوژی، نقش اسپکت یا اسپکت-سی-تی و همینطور در آخر هم بحث ترانوستیک و نقشون در راستای پرسیژن مدیسین خواهد بود. همونطور که میدونیم تعریف کلی طب هسته‌ای اینه که استفاده از چشمه‌های باز مواد رادیواکتیو در طب پزشکی، حالا چه در تشخیص چه در درمان. در تشخیص این که هر عنصر رادیواکتیوی که بتونه به اصطلاح اشعه گاما ساطع بکنه مثل ایکس در رادیولوژی به عنوان یک نقش تشخیصی استفاده میشه و معمولا با دوربین گاما مثل رادیوگرافی ساده یا اسپکت سینگل فوتون امیژن کامپیوتر توموگرافی مثل سی تی اسکن در رادیولوژی بهش نگاه میشه و تصویربرداری انجام میشه. و اگر پوزیترون ساطع بکنه با به اصطلاح سیستم پت پوزیترون امیژن توموگرافی تصویربرداری انجام میشه که میتونن اینا با آناتومیکال ایمیجینگ مثل سی تی مثل اسپکت سی تی همراه باشند یا مثل پت سی تی یا حتی پت ام آر آی همراه باشند. و اگر عنصر رادیواکتیو اشعه بتا ساطع بکنه یا آلفا، این در حقیقت نقش درمانی بازی میکنه که در درمان موارد در حقیقت بیمارا استفاده میشه. و بعضی از عناصر رادیواکتیو هستن مثل آیوان 31 یا 131 یا لوتوشیوم 177 که اینها همزمان هم نقش تشخیصی بازی میکنن، یعنی اشعه گاما رو ساطع میکنن، هم در حقیقت اشعه بتا ساطع میکنن که به اینا میگن ترانوستیک ایجنت. ترا در حقیقت
ابریویت شده تراپی است. نوستیک هم به اصطلاح از دیاگنوستیک میاد که کامبینیشن تشخیص و درمان رو با هم ایفا خواهد کرد که ما با توجه به چارچوب بحثمون از این عناصر یاد خواهیم کرد و استفاده اونها به جا در بیماری ریه ان شاءالله میگیم. خب بحث پت سی تی در بیماری های ریوی خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید پت در حقیقت تصویر بالا، سی تی تصویر وسط و پت سی تی تصویر پایین. حالا این چون این تصاویر در حقیقت حرکت هم داشتن تبدیل به پی دی اف شده، خب حالا در حقیقت نمیشون نشون داد و شکل استاتیک مجبوری نشون بدیم که تلفیق میشن و در نهایت پت سی تی به ما میدن. و پر واضحه که ما اگر هر پروسه‌ای، هر فرایندی در حقیقت بخوایم بررسی کنیم در پروسه بیماری ها، از داروی مرتبط به اون موضوع استفاده خواهیم کرد. اگر مثلا بخوایم متابولیسم گلوکوز استفاده کنیم، خب دارو فهم کنه، آنژیوژنسیس، هایپوکسیا، سطح غشاء سلولی و به اصطلاح متابولیسم به اصطلاح مواد دیگه یا سوماتوستاتین رسپتور یا حتی آپوپتوز و همینطور فعالیت فایبروبلاست بخوایم بررسی کنیم، از اون رادیو تریسر مرتبط با این فرایند استفاده میکنیم. پس وقتی گفته میشه پت سی تی، مد نظر این هست که ما دنبال چه فرایندی هستیم و از تریسر مخصوص اون باید صحبت کرد. و در این موارد این فرایندها که توی در حقیقت اشکال آبی رنگ و قرمز رنگ اینجا گذاشته شده، با فلور 18 که به عنوان رادیواکتیو هست، اون کولکیت، اون لیگان وصل میشه و اون فرایند که مد نظر پزشک هست بررسی میشه که اینا به F18 وصل میشه و این سری فرایندها هستن به کربن 11 وصل میشن، مثل فسفولیپید سنتزیس، بحث یا پروتئین سنتزیس که میخوایم بررسی بشه میتونه به کربن 11 وصل بشه، یا بعضی از کولکیت ها به آیوان 24 وصل میشن که در حقیقت فرآیندهایی هستن که مثلا سدیم آیودین سیمپورتر میتونه از این موارد باشه، یا بعضی از فرآیندها هستن که به گالیوم 68 وصل میشن که امشب بحث خواهیم کرد که مثل گالیوم دوتاتیت، گالیوم فپی، مواردی از این دستن. پس وقتی بحث پت سی تی میشه، ما چه فرایندی دنبال خواهیم کرد و چه تریسر رادیواکتیوی دنبالش هستیم و چه کولکیتی یا چه لیگاندی میخوایم در حقیقت از این استفاده کنیم که اون بررسی تصویر در حقیقت تصویر برداری اون فرایند رو داشته باشیم. این تعریف کلی پت سی تی و استفاده از اون. خب شایع‌ترین به اصطلاح تریسری که استفاده میشه فلورو دیوکسی گلوکوز هست که FTG همه در جریان هستیم. نیمه عمر حدود 110 دقیقه داره و در فرآیندها مختلفی مثل اونکولوژی، کاردیولوژی، اپیلپسی و اینفلامیشن و موارد متعدد کاربرد داره. خب به بیمار تزریق میشه حدود 10 میلی کوری به بیمار تزریق میشه، بیمار حدود 1 ساعت در محیطی آرام قرار میگیره و بعدش بستگی به سنسیتیویتی و نوع دستگاه ممکنه 15 دقیقه تا 20 دقیقه همین حدود تصویربرداری به طول بیانجام. پر واضحه که همونطور که خدمتتون عرض شد همه تومورها FTG اوید نیستن. پس بر اساس این که چه نوع توموری ما دنبالش هستیم، ایندولنت هست، رشد کم داره و یا مواردی از این دست، به طبع اون تریسر مخصوص باید استفاده میشه، مثل در برونکو آلوولار کارسینوما یا رنال کنسرها یا بعضی از مالیگنانت ملانوما لیمفوماها. خب جذب FTG کم هست و ما باید دنبال پتای دیگه باشیم تو این موارد. خب بحث فایبروبلاست اکتیویشن پروتئین امشب مطرح خواهیم کرد که به عنوان بررسی در حقیقت activated fibroblast میخوایم چک کنیم و میدونیم که activated fibroblast در حقیقت کلید کلید فیبروز هست و اگه با پت اسکن بشه اینو پروسه رو بررسی کرد، خب در خیلی از ارگان ها که نقش فیبروز برجسته است مثل کبد، مثل کلیه ها، ریه ها، قلب
یا حتی توی کانسر اسوسییتد فایبروبلاست که پت فپی ما استفاده میکنیم امروز در کشور، میتونیم ایمیج کنیم و این پروسه رو بررسی کنیم که خب مطالعاتی همینجا تو کشور، توی کبد، توی ریه، توی قلب در حال انجام هست. و امشب در رابطه با ریه بیشتر بحث خواهیم کرد و همونطور میدونیم اگر فیبروبلاست فعال بشه، اکتیو بشه، روی سطح اون فایبروبلاست اکتیویشن پروتئین اینهیبیتور به اصطلاح پرزنت میشه، اکسپرش میشه که این پرزنت شدنش باعث میشه که یک در حقیقت یک تارگت خیلی خوبی باشه در بیماری هایی که با فیبروز ارتباط دارن مثل ILD و بشه اینو با پت اسکن دید، بررسی کرد، کوانتیفای کرد و این پروسه رو به اصطلاح مولکولار اسس کرد. یک مطالعه که در امریکن جورنال آف رسپیراتوری و کریتیکال کیر مدیسین چاپ شده، مطالعه سلولار و پاتولوژیکال و همینطور ایمیجینگ توی بحث ILD، همونطور که در شکل دیده میشه پروتئین بتا در وسترن بلات این بیماران بتا اکتین به اصطلاح به عنوان پروتئین کنترل هست. در مقایسه با فپ می‌بینیم که تیک هست، میزان فپ در زمانهای مختلف و همینطور وقتی اکسپوز میشه با مقادیر مختلف تی جی اف بتا به عنوان جایی که در حقیقت ILD میخواد ایجاد بشه، می‌بینیم که ارتباط خوبی دارد با میزان به اصطلاح رسوب فپ و بنابراین گزینه خیلی خوب میتونه باشه در اسسمنت در حقیقت ILD. و در سمت راست تصویر توی بیماران IPF و نان IPF می‌بینیم که ایمیجینگ فپ واضح در دو تا ریه بررسی شده و در مطالعاتی دیگه که در ژورنال آنالز روماتوید دیزوردر چاپ شده بررسی کردن که فپ میتونه دیسکریمینیت کنه بین اینفلامیشن و فایبروسیس. اگر ستون سمت چپ نگاه بفرمایید، اینجا که ایمونوفلورسنت ایمیجینگ در حقیقت بررسی کردن، سبز رنگا بیانگر لوکوسیت هستن که اکثرا سبز رنگن. خب چون این در حقیقت تو فاز اینفلامیتوری هست. توی FDG PET دقیقاً بیمار در حقیقت سرویکال اکتیویتی داره سمت چپ در حقیقت گردن و ولی در همین نقطه متناظر با همین نقطه در فپی مثبت نیست. در ستون وسط از بالا تا پایین که نگاه بشه می‌بینیم تو فلورسنت تلفیقی از سلول‌های مزانکایمال به رنگ قرمز و لوکوسیت به رنگ سبز دیده میشه و تو پت فپی پایین و پت FTG همزمان جذب در حقیقت داریم در ناحیه آورت. ولی توی اسلاید توی تصویر ستون آخر می‌بینیم تو فلورسنت فقط نواحی قرمز رنگ که بیانگر مزانکایمال سل هست و توی پت FDG جذب دیده نمیشه، ولی توی پت فپی واضحاً توی رتروپریتونال اسپیس به اصطلاح جذب واضح دیده میشه. و نشون دادن که میتونه فپی میتونه دیتکت کنه شیفت اینفلامیشن به سمت فیبروز که بیمار قبل و بعد از آنتی اینفلامیتوری ریتوکسیماب میبینیم که ستون سمت چپ قبلش و اون بعدش میبینیم توی FDG پر ناحیه در حقیقت بیس اسکال جذب FDG در قبلش نسبت به بعدش محو شده، از بین رفته، ولی توی MRI اینتنسیتی یعنی پست در حقیقت انهانسمنت کم شده تقریبا یا از بین رفته، ولی سایز در حقیقت ناحیه باقی مونده. ولی توی فپی در حقیقت تصویر وسط توی بعدش کاملا از بین نرفته و مقداری باقی مونده و همینطور اینا تایید میشه در سمت راست، نمودارهای سمت راست که میتونه فپی بیانگر این باشه که بتونه این شیفت رو نشون بده. خب تا مطالعه که توسط آقای دکتر بهطویی و همکاران خوبشون و عزیزان ما در بوشهر، خانم دکتر آرام و خانم دکتر امینی و تیم ریه و روماتولوژی و رادیولوژی و بچهای دیگه بررسی انجام شد،
توی 20 بیمار ILD با 10 بیمار به عنوان کنترل کسانی بودن که کنسر داشتن و به عنوان کنترل استفاده شدن. اینجا بررسی شد، سیستامیبی به عنوان یک اینفلاماتوری بایومارکر استفاده شد و گالیوم فپی هم به عنوان یک به اصطلاح بررسی فپ استفاده شد. در بیماران متعدد نشون داده شد که این فپی خیلی به اصطلاح میتونه مؤثر باشه در تشخیص یا تایید این دو از همدیگه. یکی دو تا بیمار رو با هم چک میکنیم. در این بیمار که سمت راست تصویر هست میبینیم تو این بیمار ریه سمت راست واضحا جذب فپی داره، ولی در حقیقت ریه سمت چپش جذب سیستامیبی که بیانگر اینفلامیشن هست. پس میتونه تلفیق این دوتا لوکیشن و جغرافیای این دو رو از هم تمایز بده و کمک کنه که بشه درمان موثرتر در راستای پرسیژن مدیسین استفاده کرد. یا بیماری بوده که توسط همکاران رادیولوژیست ما HRCTش خونده شده تو این مطالعه و اکثرا هانیکام داشتن و در کنار موارد دیگه توی 5 لوب می‌بینیم که توی اصطلاح سیستامیبی به عنوان یک اینفلامیشن مارکر عملاً جذبی وجود نداره، ولی در بیماری هانیکام واضحاً دیده میشه، ولی توی فپی این نواحی زرد رنگ تو ریه واضحاً جذب دیده میشه. پس نشون میده که این گالیوم فپی ایندیپندنت هست، مستقل هست از آناتومیکال ایمیجینگ HRCT در این بیماران و میتونه یک پنجره جدیدی رو باز کنه در جهت منیجمنت بهتر ILD. آقای دکتر بازخواهی میکنم جناب دکتر، یه لحظه برمیگردید اسلاید قبلی لطفاً. الان برداشت شما از این اینجا الان فیبروبلاست های کاملا فعال داریم، یعنی منظور اینه؟ بله. یعنی الان من به عنوان یک پولمونولوژیست وقتی این سیتی رو میبینم میگم خب این ریه دیگه هانیکامبینگه و این برگشت ناپذیره. بعد سوال برام پیش میاد که آیا من الان به این مریضم داروی آنتی فیبروبلاست بدهم یا ندهم؟ از اون میگم خب این که اینقدر ریه دیگه هانیکامبینگ شده داروی آنتی فیبروبلاست فایده نداره، ولی شما میفرمایید چون که فپی مثبت هستش این نشون میده که پر از فیبروبلاست‌های فعاله و شما میتونید کنترلش کنید. درست من متوجه شدم؟ بله. البته خب نیاز به کلینیکال ترایل جدی داره، بیماران بیشتر، کار بیشتر و مطالعات دیزاین بهتر و کاملتر که بشه اینو قوی‌تر صحبت کرد، ولی مؤید این کار هست. یعنی اصلا این گالیوم فپی وقتی صحبت میشه یک چیز مستقل از تصویربرداری آناتومیک صحبت خواهیم کرد و به این دلیل اصلا این پنجره جدیدی باز خواهد کرد توی منیجمنت بیماری ها. بله. خب ادامه بدیم. این کار رو به اصطلاح یک آنگوینگ استادی هست. سمت چپ من به اصطلاح تصویر پت FTG هست، مستحضری که پت FTG بیشتر بیانگر متابولیسم گلوکوز هست و با اینفلامیشن ارتباط داره. سمت راست ما پت فپی هست، می‌بینیم که در پت FTG عملاً جذب دیده نمیشه، ولی در پت فپی واضحاً جذب دیده میشه، نواحی زرد رنگ پایین تصویر. و خوشبختانه بیمارم پاتولوژی در حقیقت بایوپسی شده بود، پولمونری آلوولار مایکرولیتیاسیس. همکاران پاتولوژیست کرده بودن که خب توی فپی هم در حقیقت این به دست اومد. آقای دکتر عذرخواهی میکنم دوباره میاد روی تصویر قبلی معذرت. بله. ببینید من الان به عنوان یه پولمونولوژیست مریض میاد پیشم و این سی تی اسکن این وسط رو میبینم، اون سی تی که شما اون تصویری که گذاشتید. بعد اینجا خب یک گرانگلاس اوپاسیتی میبینم دو طرفه. حالا تشخیص افتراقی که میاد تو ذهنم بحث اینفکشن ها یه طرف، بحث اینفلامیشن یک طرف، انواع اقسام اینفلامیشن ها که حالا تشخیص افتراقی خاص خودش کاری نداریم. اینجا درخواست دادیم که از این مریض اسکن بگیریم، یعنی از شما به عنوان یک نوکلئار مدیسین خواستیم به ما کمک کنید که آیا نوکلئار مدیسین میتونه به من بگه که اینجا این سلول هایی که هست چیه. شما برداشتید یه دونه FDG برای مریض انجام دادید و یه دونه فپی با انجام دادید. FDG آپتیک ندارد، بنابراین معنیش اینه که اینفلامیشنی در کار نیست، یعنی من اینجا لمفوسیتی ندارم که فعال باشه احتمالاً. و فپی اینجا مثبت شده، یعنی اینجا فیبروبلاست ها هستن که مثبت هستن. الان برداشت من دوباره درست بود؟
دقیقاً درسته جان دکتر. خب حالا آیا FDG و فپی رو شما جدا جدا باید انجام بدید؟ چه جوری هستش؟ بله جان دکتر، دو تا پروسه مختلف هست، چون در حقیقت دو تا پت مختلف، دو تا پروسه مختلف بررسی میشه. اون در 2 روز متفاوت انجام میشه؟ بله بله بله، در 2 روز متفاوت بهتر انجام بشه و که خب بالاخره بهترین کیفیت رو داشته باشیم. بله مرسی. یه نکته فرمودید توی میان صحبت، سوال خیلی عالی بود، این که گرونگلاس ها چون واقعا چالشی که هست توی بحث ILD واقعا همین GGO ها هستن که ما ببینیم واقعا اکیوت GGO هست، کرونیک هست و بعضا میتونه کامپوننتی از فایبروتیک پروسس داشته باشه. بنابراین پت فپی خیلی میتونه کمک بکنه در پاسخ به این دیلما که ببینیم آیا اکتیویتد فایبروبلاست در GGO ما وجود دارد که ما بحث فایبروزیس مطرح کنیم در کنار پروسه‌های التهابی ایجاد کننده GGO. این هم نکته‌ایه که میتونه کمک بکنه توی این زمان. خب فپی به طور خیلی کلی میتونه دیسکریمینیت بکنه بیماران اکتیو این اکتیو ILD لیمیتد از اکستنسیو، استیبل از پروگرسیو و همینطور تریتمنت ریسپانس رو از فیلیر افتراق بده. و نیز نکته جالب این که چون هولستیکالی آدم بررسی میشه در پت فپی، بعضی از بیماران ما جذب قلبم داشتن که بیانگر پور پروگنوز بودن بیمارا هستن در کنار جذب فپی که دارند. خب عرض شد ما توی لیور و توی قلبم کار کردیم یا در حال کار کردن هستن همکاران دپارتمانی مختلف. من یه دونه پت قلبم گذاشتم که این بیشتر به اصطلاح مبحث رو باز کنیم. این بیماری بوده که چون پت فپی به اصطلاح به عنوان یک ریمودلینگ پروب میشه استفاده کرد، این بیماری بوده که بعد از MI مراجعه کرده. این پت این اسپکسیتی پرفیوژن ما هست تو ناحیه آنتریور و اینفریورش عملاً جذب نیست. ما فیکس دیفکت میخونیم تو اسکن قلب. بیمار پت FTG شده در اینجا و دیدیم که تو ناحیه اینفریورش پر شده، اصطلاحاً هایبرنیت بوده این ناحیه، ولی همچنان ناحیه به اصطلاح آنتریور بیمار ما کاهش جذب میبینیم، فیکس دیفکت میبینیم، نکروز میبینیم. خب سوال این بوده که آیا فایبروبلاست اکتیویتد فایبروبلاست فقط تو ناحیه اینفارکت ایجاد شده یا خیر در نواحی دیگر قلبم هست؟ پاسخ در این پتی که دیده میشه پت فایبروبلاست در حقیقت فپی قلب علاوه بر ناحیه اینفارکت میبینیم در بقیه جاهای قلبم تو اینترستیشیوم قلبم به اصطلاح دیده میشه و این بیانگر پور پروگنوز بودن بیمار هست و احتمال خیلی زیاد بیمار در فالوآپ‌های بعدی دچار افت EF هم خواهد شد. خب با این مبحث به اصطلاح فعلا موقت خداحافظی میکنیم، میریم به سمت سولتری پالمینری نزول. جناب دکتر این مبحث فپی رو دوباره داریم امشب یا نه؟ فعلا نه دیگه. خب فعلا نه. دو سوال بوده اینجا دوستان پرسیدن، من بپرسم رو قسمت چت عمومی. آقای دکتر کاظمی زاده و بعدم خانم دکتر حق طلب راجع به اینکه فاصله اینها دقیقاً مثلا یک روز، یعنی من اگر درخواست داشتم باید در 2 روز متفاوت درخواست بدم. همچنین راجع به هزینه ها دوستان پرسیدن که الان اگه مثلا من در اصفهان، دوستان در تهران، جای دیگه بخوان درخواست بدن چقدر این قضیه مریض رو شارژ میکنه؟ آیا در کل کشور الان در دسترس هست؟ یعنی همه جا فپی رو میتونن انجام بدن یا خیر؟ اول اینکه خب چند وقتی شروع شده همه جا در دسترس، احتمالاً ممکنه الان نباشه ولی احتمال زیاد به زودی خواهد شد. یک، هزینه هم بر اساس چون مستحضرید که سیستم در حقیقت بیمه ما با توجه به پت‌های خیلی جدید که داره به اصطلاح این هفته گذشته 2 نوع پت مغز فقط تو کشور ران شده جدید، بنابراین یکم عقب هستن از لحاظ استابلیشمنت بیمه تو کشور نسبت به پت و احتمالاً هنوز نشده، ولی همکاران خوب ما در انجمن پزشکی هسته‌ای پیگیر هستن که این کارم انجام بشه. نهایت این که مثل پت FTG نهایت میشه فعلا بررسی کرد، حالا از قیمتی
تا انشالله سال آینده این باب باز بشه و این موارد هم به اصطلاح بررسی کنم. خب من یه توضیح بدم. ببینید این داستان فپی رو حالا دوستان که توی بوشهر استارت زدن اونجا بالاخره خیلی اکتیو هستن و انجام دادن. تو بحثی هم که مقاله‌اش رو چاپ کردن با یه ایمپکت فاکتور خیلی بالا 10 و آیتون هم مقاله رو بهش اشاره کردن. من فکر میکنم دوستان توی دانشگاه خودشون میتونن با مراکز پزشکی هسته‌ای خودشون صحبت کنن ببینن آیا اونجا فپی در دسترس دارن یا ندارن. اگه دارن میتونن استفاده کنن. برداشت منم این بود که در 2 روز متفاوت میشه انجام داد و یه مقداری ظاهرا اون بحث رادیواکتیو ایناش کمی متفاوته. یه داستانای ریزکاری که اینجوری من بلد نیستم از اینها بگذاریم. آقای دکتر صادقی سوال پرسیدن که بحث فیبروبلاست توی میکرولیتیازیس، من جواب سوالشون نمیدونم. فرمودن که میکرولیتیازیس که بحث فیبروز نیست، چرا نقش فیبروبلاست تو میکرولیتیازیس رو اینقدر اینجا بارز نشون داده؟ شما جوابی دارید برای این سوال جناب دکتر اسدی؟ من فکر میکنم همکاران پاتولوژیست جواب دقیق‌تری این باید بدونن. میشه سرچ کرد و به اصطلاح دقیق‌تر پاسخ داد. حالا یا اگر کسی از دوستان جواب آقای دکتر صادقی رو میدونن بنویسن ممنون میشم. آقای دکتر میرزا آقازاده فرمودن در پرکتیس روزانه طبق گایدلاین اندیکاسیون اگه پیش نریم هزینه‌های سنگین به بیماران تامین خواهد شد. بله کاملا درسته. راجع به این موضوع آخر کلاس انشالله بیشتر صحبت میکنیم. جناب دکتر بفرمایید ادامه بدید. ببخشید. خب خدمت شما عرض شود امشب ما یه سری به اصطلاح ایوالوینگ یا امرجینگ مدالیتا یا کارها صحبت خواهیم کرد و خب قطعا طول میکشه که باب بشه و استفاده بشه و بیمار بیان پای کار. منم موافقم که نیاز به بررسی جدی توی کار تو کلینیک داریم. مبحث بعدی در رابطه با SPN سالتاری پالمونری هست که همه میدونیم که بالاخره چندین سوسایتی روی این دارن به اصطلاح کار میکنن و مثل امریکن کالج آف چست فیزیشن، توراسیک سوسایتی و موارد متعددی که به اصطلاح روی این قضیه دارن کار میکنن و چند تا سوال همه اینا که آدم نگاه میکنه میبینه که 4-5 تا به اصطلاح 5 تا سوال کلیدی هست که باید پاسخ بدیم به اینا. آیا این نجول این تازه هست؟ سایزش چقدر هست؟ چه مدت است ایجاد شده؟ رفتارش چگونه است و ریسک فاکتورهای همراهش چگونه است؟ همه اینا رو کنار هم میذاریم به این 5 تا سوال کلی واقعا باید پاسخگو باشیم. و خب گایدلاین‌های مختلفی هم هست. اینجا چیزی که استناد میکنیم امریکن کالج آف چست فیزیشن اینو گذاشته که در نودول‌های سالید بین 8 میلیمتر تا 30 میلیمتر بعد از بررسی به اصطلاح سرجیکال ریسکش اگر لو تو مودریت باشه کلینیکال پروبابیلیتی کانسر بررسی میکنیم، اسس میکنیم. اگر لو تو مودریت باشه یعنی 5 تا 65% باشه پت اسکن درخواست میشه. خب بر اساس جذبش اگر متوسط یا اینتنس باشه خب بایوپسی سرجیکال ریزکشن یا بایوپسی نان سرجیکال به اصطلاح اندیکیشن داره. در مواردی که های باشه بیش از 65% که دیگه ممکنه همراه با پت اسکن درگیری موارد دیگر باشه، عملاً بحث استیجینگ میکنه بیا وسط. این نقش پت هست. حالا اگر لو باشه که با سی تی به اصطلاح سرویلنس میشه اینا رو فالو کرد. خب و احتمالاً میدونیم همه که در حقیقت نقش پت سی تی در مقایسه با سی تی یا پت تنها خب اکوریسی بیشتری داره، حدود 93% در مقایسه با 74%. و در بعضی از موارد که متابولیکالی ایناکتیو یا لیژن کوچیک هست خب کار سخت میکنه، نمیشه کاراکترایز کرد با پت و ویژوال تشخیص و تفسیر ویژوال کفایت میکنه برای به اصطلاح پاسخ به این. یه سری این به چه دلیل این رو مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه یه سری معیارها، یه سری پارامترها هستن که روی به اصطلاح این در حقیقت جذب FTG ممکنه تأثیر بذارن روی بررسی ناجول ریه. یکی سایزشه، یکی کاراکترهای خود دستگاه هست، تایمش، اکتیویتی و متابولیک اکتیویتی خود لیژن کجا قرار داره، پایین ریه هست، بالای ریه هست، که اینا به این دلیل همون جذب در حقیقت متوسط تا شدید که ذکر میشه خب اون معیار باشه کافی هست. یه سری مواردی هستن که فالس پوزیتیو ایجاد میکنن، عموما بیماری التهابی هستن. یه سری موارد هستن که فالس نگاتیو هستن،
مثل تومورهای لو گرید مثل تیپیکال کارسینوید یا یه سری کنسرهایی که با متاستازهای FDG نگاتیو هستن که اینا پت مخصوص خودشون میخوان. خب در این مواردی که لو گرید هستن لیپیدیک مثلا ادنوکارسینوما، خوشبختانه پت فپی در این موارد میتونه خیلی کمک بکنه. به خصوص شاید آقای دکتر سامی بلافاصله از من بپرسه چه ایندیکیشنی داره. ایندیکیشنش اینجاست که در بعضی مواردی که ما شک بالا داریم FDG ما نمیتونه کمک کنه و هر دلیلی نگاتیو هست. در این موارد و ریسک بیمارم از لحاظ جراحی یا بایوپسی بالا هست، میشه این پتو درخواست کرد و نان اینویزیولی از این متد استفاده کرد و تعیین تحقیق کرد. مثل این چیزی که میبینیم گرونگلاس در CT هست، در FDG جذب دیده نمیشه ولی پر واضحاً در این زیر بیمار در حقیقت جذب دیده میشه در پت فپی. خب این هم از SPN. بعد وارد در حقیقت ورکاپ یا استیجینگ اونکولوژی میشیم، لانگ کانسر میشیم. یه سری موارد نان اینویزیو هست، یه سری موارد اینویزیو هست. در موارد نان اینویزیو که پت سی تی یکی از اونها هست، در مقالات متعدد حالا من جمله نیو انگلند گفته شده که حدود 20% از موارد از جراحی‌های غیر ضرور جلوگیری میکنه و نسبت به کانونشنال مدالیتی ها میتونه تا بیش از 50% بتونه چینج منیج استیجینگ ما داشته باشیم در اینها. و چه نقشی داره به خصوص در استیجینگ؟ در نودال و دیستنت متاستاسیس، کمتر در پرایمری تومور، اونم میگیم که کجاها، یا پاسخ به درمان و دیفرنشیشن اسکار از ریکارنت تومور. در مواردی که میتونه خیلی کمک کنه تومور از اتلکسیس یا کلپس، همونطور که در پت دیده میشه، سایز 2 تا ناحیه فقط در ناحیه اکتیو نگاه بفرمایید در پت، متناظرش در CT شاید 2 برابر هست، یعنی در حقیقت قسمت متابولیک فقط تومور هست. پس میتونه در اکیوریت استیجینگ، در بایوپسی پلانینگ، در رادیوتراپی پلانینگ خیلی بتونیم کمک کنه به ما. یه نکته که همکاران شاید به وفور در پتریه باش روبرو بشن اینه که در خیلی موارد حالا دیده شده که ما با سکندری پلمونری نودول‌هایی در کنار پرایمری تومور ریه روبرو هستیم. یعنی همکار پزشک هسته‌ای ما می‌نویسن که چند تا نودول هم کنار پرایمری تومور ریه دیده میشه. در مطالعه‌ای که همکاران رادیولوژیست در 133 بیمار و پرایمری تومور ریه انجام دادن، در کمال تعجب دیده شد که در حدود 57% از اونها این سکندری پلمونری نودول دیده شد و جالبتر این که حدود 72% از این موارد بعد از اینکه بایوپسی کردن، پیگیری کردن، خوشخیم بودن و فقط 15% از موارد اینا بدخیم بود. و جالبتر این که از همین 15% موارد بدخیم هم اغلب سکند در حقیقت پرایمری تومور بود تا در حقیقت متاستاز. و میدونیم که حدود 2% از بیماران کنسر ریه میتونن سینکرونوس پرایمری داشته باشن، یه تومور دیگه کنارشون باشه. پس این بیمارا رو ریسک در حقیقت اگر گزارش شد به راحتی و خیلی زود به اصطلاح ازش نگذریم و شانس جراحی رو به بیمارا میشه هنوز داد. خب در انستیجینگ در خیلی پت نقش اساسی بازی میکنه در مقایسه با CT، هم سنسیتیویتی هم اسپسیفیتی بالاتری داره و میدونیم که در حقیقت انستیج رابطه مستقیم، اسوسییشن مستقیم دارن با سروایوال بیمار، همونطور که در نمودار سمت راست دیده میشه N7 N1 N2 N3 واضحا میزان سروایوالشون متفاوت هست. پس این که ما یک استیجینگ دقیقی تو ناحیه لیمف نود داشته باشیم خیلی مهم هست. در این بیمار میبینیم که چون ما توی CT بر اساس شورت اکسس اگر دیامترش بیشتر از مساوی 1 سانت باشه، میبینیم لفت پاراتراکال چون بیشتر از 1 سانت بوده مثبت خونده شده، عملا N2 بوده، ولی سمت راست رایت پاراتراکال کمتر از 1 سانت بوده و خب منفی خونده شده. ولی پت اسکنی که انجام شده در هر دو تا اون پیکان سفید رنگ و زرد رنگ وسط و سمت راست هر دو جذب داشتن مثبت
بوده در نهایت. بیمار از N2 به N3 تبدیل شده و خب نقش پت اسکن در ان استیجینگ رو میرسونه این داستان. و همینطور در ام استیج که دیده شده تا 36% بیماران پرزنت میکنن با دیستانت متاستاسیس در موقع تشخیص و پت سی تی میتونه آن دیتکتد دیستانت متاستاسیس رو تا 28% موارد رو نشون بده. جناب دکتر این عدد 38% رو برای کنسرهای ریه دارید میفرمایید؟ بله کلا کنسر ریه هستیم. بله. و پت اسکن الان در اونکولوژی هستیم، در کنسرهای ریه، در جایی که پت میتونه کمک بکنه پروگنوسیس و تراپی هستیم، رسپانس به در حقیقت پاسخ به درمان. و دکتر یه لحظه برمیگرد اسلاید قبل ببخشید. این عدد 36% خیلی بالاست. یعنی 1/3 مریضای ما ممکنه که ما در سی تی دیستانت متاستاز نبینیم ولی در بله فکر کردم که این کمک میکنه به تشخیص که اون تشخیص ندادیم. بله این آپ تو 36% بله هست در مقالات. عرض میشد که در پاسخ به درمان نیز خیلی میتونه کمک بکنه. در مطالعات یکی از مطالعات نشون داده شده که اگر حتی رزیجو ناچیز در بعد از درمان دیده بشه میتونه نقش اساسی در کاهش سروایوال بیمار داشته باشه، مثل این بیماری که اینجا گذاشته شده. خب در نهایت این که پت سی تی توی استیجینگ لانگ کانسر نقش اساسی بازی میکنه و این بیمار سمت چپ ما میبینیم که استیج 1B بوده. خب میشه ریزکت کرد. وسط استیج 3B هست که نوآدجوان کمو لازم داره بیمار. و بیمار سمت راست ما 4A هست که یک کوچولو به اصطلاح در حقیقت متاستاز توی کلیه سمت راستش هست که پالیاتیو کمو یا ایمونو، چون 4A هست. بنابراین با استیجینگ دقیق تر میشه درمان دقیق تر در راستای پرسونالایز هلسکر به بیمار پیشنهاد داد. و در بحث اونکولوژی میتونیم ادامه بدیم کارو در زمینه تومورهای لیژن‌های خوشخیم از بدخیم پلف که یکی از همکاران ما در سوئیس این سیستماتیک ریویو و متاانالیز کار کردن که حساسیت 95% در کنار اختصاصیت 82% به دست آوردن در افتراق این دوتا مهم. و نکته‌ای که باز هم تاکید میکنم برمیگردم به اسلاید اول که عرض شد هر پتی در هر بیماری در حقیقت باید مد نظر باشه، نمیشه اوورال همه پتا یکسان کرد. چرا؟ مثلا در کنسر ریه اگه ما بخوایم متاستازهایی به بعضی جاها که مثلا مغز که حالت سوخت اصلی مغز گلوکوز هست، پس ما سخته که متاستازهای ریه به مغز بخوایم با پت FDG به تنهایی بررسی کنیم. اینجا پت فپی چون متابولیک در حقیقت متابولیسم اصلا نرمال اینجا وجود نداره، جذب نرمال فپی تو مغز عملا وجود نداره، اینجا در این تصویر واضح دیده میشه. این خیلی واضح میشه دلینییت کرد در مقایسه با پت مغز در حقیقت در بیمار با کنسر ریه. پس در بعضی از موارد که شک داریم میتونیم یه پت در حقیقت کامپلیمنتوری درخواست کنیم که کارو کاملتر بتونیم ببندیم. در نهایت پت در کنار این خوبیاش یه سری لیمیتیشن هم داره که یکیش عرض شد متاستازهای مغزی هست. خب نیاز به پت تکمیلی داریم. مایکرو متاستازها هستن، نواحی اینفلامیشن یا اینفکشن ها هستن. بعضی از تومورهای بناین هستن که پت فپی در حقیقت FDG اوید هستن، یا یک سری از موارد مالیگنانت هستن که خب FDG اوید نیستن که عرض شد در این موارد هم از پت مخصوص به خودشون، مثلا لو گرید نورواندوکراین تومور در حقیقت خب پت گالیوم دوتاتیت درخواست میشه. این نکته خیلی مهم این که در بعضی از بیماران که ما به دلیل در حقیقت بیمار نمیتونه FPS زیر 200 داشته باشه و ممکنه امروزه پتش کنسل کنیم بنا به این محدودیت ها، خوشبختانه تو پت فپی خیلی نیاز به فستینگ یا وعده رژیم غذایی خاصی نیست. این مثل بیماری که بوده، بیماری که کلانژیوکارسینوما بوده مراجعه کرده بود و خب واقعا نمیتونست، BSI بسیار بالا داشت که واضح میشه انجام داد و این نقیص هم دیگه با این پت به اصطلاح قابل
انجام هست در کشور. خب در پت اونکولوژی رو رد میشیم، میرسیم به پت در موارد غیر از اونکولوژی، مثل سارکویدوز که خدمت شما عرض شود که ممکنه بعضی مواقع مشکل ساز بشه و با کانونشنال ایمیجینگ ها بازم نتایج اینکانکلوسیو ما داشته باشیم، یا بعضی موارد که به اصطلاح ما اکستراتوراستیک و دوچاری میخوایم بررسی کنیم غیر از جای خارج از بحث ریه‌ها، یا سایت بایوپسی خوبی میخوایم، یه تارگتد بایوپسی میخوایم انجام بدیم، پت میتونه تو این موارد کمک کنه و یک جنبندی خوبی ما بده. یا در مواردی که FUO هست، تب ناشناخته هست، مثل این بیماری که مراجعه کرده به ما، میبینیم که در نواحی متعدد سرویکال، مدیاستینال، شکمی و ابدومینال و جای متعدد لیمف نودهای متعدد داره. خب شک ما به لیمفوپرولیتیو پروسس هست که بیمار تعیین تکلیف میشه. جای بیمار خود ما که در واسکولیت میتونه پت کمک کننده باشه، به خصوص که یک در حقیقت مدالیته تشخیصی خوبی در تشخیص زودرس لارج وسل واسکولایتیس میتونه باشه، یا در مواردی که ایتیپیکال پرزنتیشن داشته باشیم، یا بیماری بودی که تاکایاسو داشته و درمان شده بوده، همکاران هنوز شک داشتن که این درمانش کامل بوده چون بیمار هنوز سیمپتوماتیک بود و دیدیم که در حقیقت توی ناحیه رایت سابکلاویان جذب داره. و این یعنی این توی رگ جذب داشته؟ بله تو آرتری. بله تو آرتری. خب ما میگیم ضایعات کمتر از 1 سانتی متر ممکنه منفی کاذب در بیاد، بعد چجوری توی رگ اینقدر شارپ و مشخص نشون میده؟ اون ناحیه‌ای که الان دیده میشه اینجا تقریبا شاید 1 سانت بیشتر باشه، حالا من سایز ولی رو مختلف میکنیم. تو پت میپ اون نمیدونم واضح هست، تو میپ سمت راست نگاه بفرمایید توی ناحیه اگزیلاری سمت راست این ناحیه کشیده سیاه میبینید، دیده میشه، واضح دیده میشه. این در طول رگ در حقیقت که دیده میشه. این تصویر وسط که در حقیقت گذاشته شده یک کاتی از اون تصویر هست، این در پتی که میچرخه واضحا دیده میشه جناب دکتر. خب عرض شد پت در بحث پروسه عفونی توبرکلوزیس هم مهمه. یه مقاله بود که اعضای هیئت تحریریه نوشتیم در کوانتیتیتیو مولکولار ایمیجینگ مدیسین که خب یک کانسنسوسی باشه پت ما کجا استفاده کنیم در تی بی. میتونه در مواردی که به اصطلاح دیزیز بردن به ما بگه، یا میتونه وقتی ما یک سایت خوبی میخوایم برای بایوپسی، یا وقتی بیمار MDR هست و ما دنبال ارلی دیزیز رسپانس هستیم، یا همینطور میخوایم اکستراپولمونری تی بی رو بررسی کنیم، پت میتونه در این جاها کمک کننده باشه. ولی این که بتونه بین مالیگنانت لیژن از اینفکشن افتراق بده، خیر، هنوز اینجا محدودیت داریم با FTG. این بیماری بوده که در مطالعه خود ما هست، میبینیم که اکستراپولمونری تی بی هست، ناحیه سرویکال واضحا مشخص است، ناحیه سیاه رنگ، و این هم که تصویر در حقیقت ترانسفرس مشخص است. خب یه نکته اینجا در رابطه با ایمونوپت که ممکنه به زودی بیاد، چون چند وقت به کشور همکاران ما روش کار میکنن که اینا ان شاءالله بسازیم بیاد وارد کشور بشه، استفاده بشه. پتایی هستن که برای بحث ایمونوتراپی استفاده میشه. مستحضرید که ما امروزه به اصطلاح آنتی CTLA4 داریم، آنتی PD-L1، آنتی PD-1 که حالا به اصطلاح CTLA4 روی APC، PD-L1 روی تومور و PD-1 هم روی تیسلا هستن. خب داروهاش هم هست تو کشور که، اما چیزی که استفاده میشه علیرغم که سه نوع در حقیقت دارو هستن، سه نوع بیس دارویی دارن، ولی خب آیتی که استفاده میکنن همه PD-L1 هست و خب این یکی میرسونه که خب علاوه بر این ضایعات متعدد در بدن بیمار، قطعا اکسپرشن PD-L1 های مختلف دارن چون هتروژن هستن و نیز ما میدونیم PD-L1 در علاوه بر تومور در موارد مثل ماکروفاژ و دیگر سلول ها ممکنه پرزنت بشه و همینطور ما میدونیم که
PD-L1 قبل از درمان و بعد از درمان مثل تو کانسر برست که بعد از درمان دچار ساب تایپ سویچینگ میشن، اینها هم دچار تغییر اکسپرشن و وجود میشن، مقدارشون عوض میشه با درمان. بنابراین این که اگه پتسکنی باشه که بشه همه اینا رو بر اساس پرسونالایز به اصطلاح مدیسین، پرسیژن مدیسین تک تک زایات رو بررسی کرد، مثل تصویر سمت راست من که سمت اینجا این پت FTG است، از تصویر سمت راست اولی پت FTG، زایه ریوی، زایه مدیاستن که میبینیم جذب پت PD-L1 در مقایسه با PD-1 حتی جذب متفاوت ما ببینیم در لیژن های مختلف. بنابراین وجود این پت ها میتونه خیلی کمک کنه که ما هر شد در حیطه اونکولوژی اونجا که میخوایم درمان اصطلاح هدفمند بدیم بتونیم قبل از اون و بعد از اون این درمان یک اساس دقیقی داشته باشیم. آیتور ببخشید یه لحظه برمیگرد اسلاید قبلی. بله. الان کدوم یکی مربوط به PD-L1؟ سمت راست 3 تا پت هست. بله. دیده میشه؟ بله. چپ اولی میشه FDG، پایین نوشته شده. درسته؟ بالا PD-L1 پت PD-L1 وسط. درست؟ وسط. خب الان جاهایی داریم این PD-L1 ظاهرا جذب داشته، قرمزاست درسته؟ بله قرمزاست، دقیقاً اون تومور اینجا مشخصه. تومور این پیکانه سفید رنگ زده شده. بله. بعد اینجایی که تو کلیه و معده و اینا رو داره نشون میده تجمع. اونا چیزه، اونا دیگه تجمع نرمال، دیستریبیوشن نرماله که دیستریبیوشن هر داروی متفاوت هست. پس الان ما میتونیم بگیم که با دیدن این تصویر وسط میتونیم بگیم که این تومور PD-L1 مثبته با یک میزان بالا. یعنی جدای از اینکه حالا ما IHC گذاشتیم PD-L1 رو تو پاتولوژی دیدیم، شما میفرمایید میتونیم با این رادیواکتیو رو، من متوجه نشدم این از چه رادیواکتیوی استفاده کرده؟ این در حقیقت PD-L1 رو وصل کرده به F18. این بله، این وصل کرده به زیرکونیوم 89، یعنی PD-1 رو به زیرکونیوم 89، این به F18، این هم که FDG. یعنی یه جورایی مثل IHC که تو پاتولوژی ما استفاده میکنیم، اینجا اومدن از این روش استفاده کردن برای این قضیه. دقیقاً. و خوبیش اینه که اینجا لیژن به لیژن بررسی میشه، یعنی در حقیقت کل لیژنا با یک پت اسکن مشخص میشه که اون زایاتی که بیمار متاستاتیک بوده، مثلا 100 تا زایه ما تو FTG میبینیم، با پت PD-L1 میخوایم ببینیم چند تا از این 100 تا PD-L1شون مثبته. ممکنه 56 تاشون مثبت باشه، نمیدونیم چند تاشون مثبته. و درمان انجام میشه، میخوایم ببینیم از 56 تا چند تاشون منفی میشه و چقدر منفی میشه. یعنی هم میشه کوانتیفای کرد، هم وجود PD-L1 یا PD-1 رو سطح اونا نشون داد. ما الان این پت رو برای کانسرهای برست استروژن داریم، یعنی پت داریم به نام پت استروژن. پت استروژن میگه اگر ما زایات بیمار کانسر برست داشته باشیم چند تاشون استروژن مثبتن. مثلا 100 تا زایه ما داریم تو پت FTG، میخوایم ببینیم چند تاشون استروژن مثبتن، همشون مثبتن یا مثلا این درصدشون مثبتن و چقدر مثبتن. اینه که به اصطلاح پت میتونه کمک کنه در راستای پرسیژن مدیسین و کوانتیفای کنه. حالا من عرض میکنم آخر یه موردی هم با هم بررسی. جالب بود این کانسپت، خیلی جالب بود. مرسی. بله بریم جلو. باشه. خب با این توضیح بحث پت موقت میبندیم، میریم سراغ اسپکت و سینگل فوتون امیژن کامپیوتر توموگرافی. 3 تا سوال اساسی پیش میاد که ما از کجا در حقیقت حرکت کردیم توی ونتیلیشن، پرفیوژن و چه دستاوردهایی داشتیم و قراره به کجا برسیم. خب تفاسیر مختلفی در حقیقت نقش تاریخی ویچیو داره، مثل پایوپد 1990، ریوایز پایوپد 95، پیزاپد 96، پایوپد 2 2006 و مودیفای پایوپد 2 که بعد از اون استبلیش شد. و خب این موارد همشون با پلانار، اون تصویر اسلاید اول خدمتتون مطرح شد، تصویر پلانار مثل رادیوگرافی AP تصویر پلانار هست و
دیگه خب خیلی از مراکز اینستیتوت‌ها جای مختلف البته متفاوت هست ولی از تصویر اسپکت استفاده میکنن. یعنی ما در حقیقت 3P پلانر پروبابیلیتیز دیگه دست شدن عملا تو خیلی از جاها. و خب سوال چه تفاوتی بین VQ اسپکت یا اسپکت CT نسبت به پلانر وجود داره؟ طور واضحه که حساسیت و اختصاصیت بیشتری داره، تکرارپذیری بیشتری داره، این کانکلوسیو رزالت خیلی کمتری داره و کانفیدنس پاسخ بیشتری داره برای همکاران ما. ضمنی که میزان زمانی که نیاز به این تست هم هست خیلی عملا فرقی نداره با پلانر. و نیز سری نرم افزارها هستن که کمک میکنن به پزشک، کمک میکنن که در تفسیر نیز پاسخ بهتری داشته باشن. دکتر از نظر رادیواکتیویتی هم که فرقی نمیکنه درسته؟ خیر. پس چرا الان اغلب مراکز اینو انجام نمیدن؟ اسلاید بعد سعی میکنیم تا حدی به این پاسخ بدیم. تا حدی. چشم. خدمت شما عرض شود سوال پیش میاد که نکته اینجا که بحث هست اینی که بعد از این بود که یوروپیان گایدلاین جامعه پزشکی هسته اروپا در 2019 عملاً یک تفسیر درمانی باینری ایجاد کرد. گفت عملاً بله یا خیر، یعنی پیتی دارد یا ندارد، یه درصد خیلی ناچیزی حدود 1 تا 4% بازم نان دیاگنوستیک به اصطلاح هستن. خب اگر ما به اصطلاح مقایسه داشته باشیم، این جدول وسط و مد نظر عزیزان باشه که من اینو حذف کنم بتونم اینو جابجا کنم، یه نمیشه. خب یکیش در دسترس بودنه که خب سوال آقای دکتر سامی از من اینه که خب واقعا ممکنه در دسترس نباشه، 24 ساعت مرکزی باز نباشه که 2 تا ونتیلیشن پرفیوژن بشه انجام داد. پس در دسترس بودن این موارد اصل ماجراست. یکی از پاسخ‌هاست. دوم اینکه فیزیبل هست، فیزیبیلیتی کدومش بیشتره؟ VQ اسپکت یا CT آنژیو؟ خیلی از بیماران که به هر دلیل مشکل به اصطلاح رنال دارن یا تایروید یا حساسیت دارن، توی VQ اسپکت شما هیچ محدودیتی تقریبا ندارید این داستان، یعنی نزدیک 100% فیزیبل هست. نان دیاگنوستیک استادیا حدود 1 تا 4% ذکر شده در مقایسه با CT آنژیو 4 تا 10%. حساسیتشون خب VQ اسپکت بالای 96%، CT 78%، اختصاصیت برابر، اما میزان رادییشن دوز واضحاً با هم تفاوت دارن، حدود 1 تا 2 میلی سیورت در مقایسه با 4 تا 20 میلی سیورت. نکته خیلی مهم دوز برسته. تفاوت اساسی اینجا حس میشه که تو برست حدود 8 میلی گری هست در VQ، ولی در CT آنژیو 12 تا 44 میلی گری هست. و نکته بعدی هم این که موارد همراه هست که به خصوص اگر اسپکسیتی موجود باشه اون هم دیده میشه، متعدد هم هست، نمونی تومور چیزی باشه بالاخره دیده میشه، ناحیه پولرال فیوژن چیزی باشه واضحا دیده میشه. و همینطور در کرونیک پیتی که همه میدونیم که رفرنس VQ اسپکت هست و این تفسیر اینه که ما چندین سال از این استفاده میکنیم و دیگه پروبابیلیتی و اینا رو عملا استفاده نمی کنیم. آقای دکتر از من پرسید که علاوه بر بحث اون اویلیبل بودن چرا استفاده نمیشه جان دکتر؟ من این سرچی میکردم که نه در کشور خود ما، در جاهای مختلف دنیا متفاوت هست و مقایسه انجام شده، دیدن چاپ شده، دیدن در استرالیا، کانادا، فرانسه و آلمان و آمریکا، دیدن که در این کشورها بجز آمریکا هست که تقریباً پلانر هنوز اغلب داره استفاده میشه در مقایسه با اسپکت. چون پروگراماشون فرق میکنه و به اصطلاح کوریکولوم آموزشیشون شاید فرق بکنه. بنابراین در کشورهای مختلف مثل کشور خودمون هم متفاوته و اینکه انشالله اون هم در همه مراکز انجام بشه که این به اصطلاح این باینری خوندن باب بشه. یکی دو تا بیمار رو من میتونم یه خواهش بکنم چند تا اسلاید برگردید قبل، اونجایی که پلانر رو با اسپکت داره یعنی بازم قبلتر. من این یک بار دیگه دوستان مرور کنیم چون من مطمئن هستم دوستان فلومون اینجا رو احتمالاً یه ذره کمتر داستان رو گرفتن که چی شد. من یه توضیح میدم، جسارت میکنم. این سمت چپ ما در واقع
داره پلنار رو نشون میده و همین چیزی که این وسط داره نشون میده نمایش پلناره. درسته جناب دکتر؟ بله بله بله. و الان دیگه رفرنس ها رو بحث اسپکته، یعنی این سمت راستیه. یعنی ما اون دوربین های متعددی در اطراف وجود داره که از یک چیز فضایی به ما میده، یک برداشت فضایی میده. من تا اینجا درست میگم؟ بله سه‌بعدی. بله سه‌بعدی اسپکت. یک نمای سه‌بعدی میده و پایوپد الان پایوپد 2 که الان شما میفرمایید مودیفاید 2 میفرمایید که روی این اسپکت و تمام قضاوت ها و دعواهام که در واقع نوکلار مدیسین بگه آقا ما قوی تر از سیتی آنژیو هستیم، در واقع میاد رو بحث این اسپکته که الان ما در کشورمون دسترسی خیلی زیاد نداریم. باید از اون مراکز بخوایم که آقا لطفاً برای ما اسپکت جواب بزنید، برای ما پلانر جواب نزنید. تا اینجا رو درست گفتم؟ درست فرمودید. ان شاءالله ونتیلیشن هم کنارش باشه که تکمیلی باشه و بتونه کامل صحبت کنه. درسته. و نکته بعدی این که در اسپکت شما میتونید بفرمایید که بگید اینجا دیگه پی تی هست یا نیست. مثل پلنار نیست که لو پروبابیلیتی این در واقع های پروبابیلیتی اینجوری گزارش بشه. اینم درست گفتم؟ بله دقیقاً همینه. خب مرسی. بریم. می‌خواستم اینجا کمی مرور بشه که این با اون پرفیوژنی که حالا ما از قبل تو ذهنمون بود این داستان اسپکت متفاوته. بله بفرمایید. بریم جلوی دکتر. بازخواهی میکنم. خواهش میکنم. جناب دکتر من اینجا دوباره روی بحث مادران باردار ما همیشه سوال داریم. اگر برگردید یه اسلاید قبلتر. بله حالا همون اسلایدی که مقایسه میکنه سیتی آنژیوگرافی. بله ما همیشه این بحث رو داریم که آقا یه مادر باردار 4 ماهه میاد و ما اینجا میخوایم ببینیم سیتی آنژیوش کنیم یا بریم در واقع اسکن پرفیوژن بگیریم. من برداشتم از فرمایشات شما این بود که با خیال راحت بریم اسپکت رو انجام بدیم، خیلی نگران نباشید. درست میگم؟ دقیقاً جناب دکتر. من تکمیلی فرمایشتون نگاه در پزشکی هستی، چون ما با دوز در حقیقت مقدار رادیواکتیو روبرو هستیم، نه در رادیولوژی. چون شما در رادیولوژی خیلی دستتون باز نیست که میزان اشعه رو کم کنید، چون تصویر خوبی نخواهید داشت. در پزشکی هستی شما دوز 4-5 میلی کوری رو که میخواین به عنوان پرفیوژن استفاده کنید، میتونید اینو به اندازه 1 میلی کوری 1.5 میلی کوری استفاده کرد، ولی زمان تصویربرداری رو طولانی کرد که اون کانت دلخواه به دست اومد بشه به دست بیاری. پس تفاوت اساسیشون اینه که در مادر باردار میشه دوز تزریقی بیمار تا 1/4 رساند ولی زمان بیشتری بیمار زیر دستگاه بخوابه. پس این راحت‌تر میشه انجام داد. ولی اینکه در دست دوز فتوس اگه مد نظر باشه خیلی تأثیری ایجاد نمیکنه تو دوتاش. دوتاش یکسانه. درست. بله. مرسی. یه نکته رو فقط اینجا بگم چون دوستان فلومون هم توی کلاس حضور دارن، اینکه حالا اگر بشه ونتیلیشن پرفیوژن رو با هم انجام داد که خیلی عالی، ولی هنوز بعضی از مراکز امکان این کار رو ندارن. من دیدم بعضی جاها مریض رو میفرستن پرفیوژن اسکن بدون اینکه چست ایکس ری از مریض داشته باشه. یعنی مادر باردار میاد بدون اینکه اصلا چست ایکس ری داشته باشه مستقیم میره به پرفیوژن اسکن، حتی بدون ونتیلیشن اسکن. به نظر میاد که تصمیم درستی نیست. یعنی حداقل یه چست ایکس ری نرمال باید از مریضمون داشته باشیم که راحت‌تر بتونیم روی پرفیوژن اسکنش قضاوت بکنیم. اینم درست عرض کردم جناب دکتر؟ جناب دکتر اگر واقعا پرفیوژن اسکنش واقعا تیپیک نرمال باشه، یعنی پرفیوژن اسکن در حقیقت نرمال ببینیم، این کفایت میکنه و رد میکنه تقریبا 100%. ولی به خاطر همین از تو مادر باردار میشه به اصطلاح تو ترایمستر به خصوص اول پروتکل میتونه این باشه که ما بیام یه پرفیوژن اسکن اول انجام بدیم. اگه نرمال بود ونتیلیشن اسکن رو انجام ندیم اصلا. حالا بحث ترایمستر دوم و سوم میتونیم اینو به اصطلاح با دوز کم هر دوتاش داشته باشیم. پس تو که میفهمید عرضم اینه ما در پرکتیس چون مریضه میاد پیش ما که خب حالا تشخیصش فقط بحث آمبولیک نیست که ممکنه پولاریزیشن. بله از اون لحاظ یعنی حتما یه چست ایکس ری داشته باشیم و بعد بریم سراغ بحث موارد جانبی رو رد کرد. بله درست. ببخشید مرسی. خب این بیماری بوده که عرض شده که از نکاتی که تو بعضی دستگاه‌ها نرم افزار هم هست به کمک پزشک میاد، یعنی خیلی جاها الان
بیماری بوده که بالا ونتیلیشن، پایین پرفیوژن و این پایین تفریق دوتا وازن پیکان قرمز رنگ، اون کوچولویی که باقی مونده از این تفریق دوتا مشخص کرده که بیمار اینجا پیتی داره. یا بیماری بوده کرونیک پیتی داشته و میبینید در ونتیلیشن، پرفیوژن و افتراق این دوتا واضحاً جذب چند جای ریه دیده میشه که خب کرونیک پیتیش تصویر میشه و تایید میشه. یه نکته دیگه که هست، با این اسپکت تا حد زیادی میشه حتی کمک کرد به تشخیص پولمونری هایپرتنشن. مطالعاتی که همکاران انجام دادن و اون بحث به اصطلاح دورسو ونترال و سفالوکوردال دیستریبیوشن معمولا ریورس میشه، مثل این بیماری که میبینیم این در حقیقت پرفیوژن بیشتر به سمت جلو چربیده تا به سمت چپ یا بالا است نسبت به پایین. اینی که میتونه در این موارد هم کمک بشه، یعنی بیماری که به عنوان ونتیلیشن پرفیوژن اسپکت یا اسپکسیتی فرستاده میشه، این موارد هم میشه دید و اشاره کرد. علاوه بر همه این موارد توی بحث ویکیو میشه پولمونری فانکشن اسسمنت انجام داد، چه در بحث سرجیکال مانیپولیشن چه در بحث رادییشن تریتمنت پلنینگ. این بیماری بوده که این مطالعاش همکاران ما انجام میدن در سراسر کشور و کوانتیفای کرد که هر لوبی از لوب پنجگانه چه درصدی از پرفیوژن یا ونتیلیشن میتونن داشته باشن، کانتریبیوشنشون چقدر هست. یا بیمارانی هستن که شما شک دارید به شنت راست به چپ، مثل هپاتوکولونری سیندروم. بیماری بوده که شنتش معمولا تا 6% طبیعی هست، مثل بیمار سمت چپ، و میبینید که واضحاً جذب توی پارانشیم مغز دیده میشه، ولی این 26% هست که کوانتیفای میشه کرد با این نرم افزار و محاسبه کرد که دوزش اینجا 26% هست. ما به طور روتین نام انجام میدیم که میس نکنیم چیزی. و در همینطور بیمارانی که کرونیک دیزیز دارن، COPD هستن، با توجه به این نکاتی که عرض شد خدمتتون میشه هولستیکالی اپروچ کرد، یعنی این که فقط ما بگیم پیتی دارد ندارد، میشه اینم جلوتر رفت و یک قضاوتی داشت از این که بیمار سیویر ایروی ابستراکشن داشته باشه بر اساس دیستریبیوشن ونتیلیشن، یا اسپاتیک دپوزیشن داشته باشه، یا پولمونری هایپرتنشن داشته باشه، بیمار نمونه خود ما هست، یا شنت راست به چپ داشته باشیم، می‌بینیم واضحاً توی پارانشیم مغز بیمار جذب داریم نباید داشته باشیم، یا سیویر ایمپیرمنت گاس اکسچنج هم این بیمار داشته، یعنی هم دیستریبیوشنش هم توزیع با در حقیقت ریویش مختل هست در کنار پرفیوژن. بنابراین میشه با این مودالیتی به خصوص ونتیلیشن پرفیوژن اسپکسیتی دقیق تری داشت. خب از این هم بحث پت اینجا هم هست که بعضی از همکاران البته خب نیاز به لوجستیک خیلی قوی داره و انشالله مسائل کاست و کاست افکتیونس مطالعات این چنینی بهش میگن، یعنی همین که ما صحبت کردیم با اسپک یا اسپک سیتی تکنیسیومشو برداریم که میشه اسپک گاما ساطع میکنه، به جاش گالیوم بذاریم که پوزیترون ساطع میکنه، یعنی بهش میگن گالیگاز جهت ونتیلیشن، گالیوم ام ام ای هم جهت پرفیوژن، که ما میبینیم ونتیلیشن بیمار تقریبا نرماله ولی پرفیوژن بیمار، پت بیمار واضحاً دیفکت های متعدد داره که پر واضحه که بیمار پیتی داره. و پتانسیل ادوانتیج های این پت در مقایسه پت سیتی در مقایسه به اصطلاح با اسپک اینه خب حساسیت بیشتری داره و اسپیشال رزولوشنش بهتره و مثال کوانتیفیکیشن داره، میتونیم توی ریسرچ و موارد اینچنینی به اصطلاح استفاده کنیم که عرض شد نیاز به بررسی بیشتری هست. و نکته‌ای که همکارا ممکنه در حقیقت سوال داشته باشن بعد از ازشون ذهن باشه اینی که دوزیمتری چگونه است و مسائل مربوط به سیفتی عرض شد که اینجا ذکر شده و به اصطلاح استیکی های مختلف گرچه آپگرید شده، بعضی دوزا ممکنه عوض شده باشه ولی به طور کلی اینجا گذاشته شده که مقایسه داشته باشیم در اسلایس های مختلف، در ونتیلیشن های مختلف، در پرفیوژن و مقایسه شده که تفاوت‌هایی دارن. و نکته‌ای که من اینجا خواستم اد کنم این که خدا رو شکر این بحث AI اینجا ورود کرده و با مطالعات هوش مصنوعی الان دارن کاری میکنن که همین الان در حال انجام تو بعضی از مراکز که
تحقیقاتی البته که ببینیم آیا میشه با دوز مثلا 1/5 تزریق کرد و همون کیفیت رو گرفت و بیمار فاصله تزریق تا زمان اسکن کوتاه کرد. مثلا این بیماری اومده بخش میخواد اسکن استخوان بشه، 20 میلی کوری تزریق میشه، 15 میلی کوری تزریق میشه، 3 ساعت بعد تصویر برداری میشه. الان چیزی که دارن کار میکنن میخوان ببینن میشه با 2 میلی کوری تزریق کرد 20 دقیقه بعد اسکن گرفت. این الان مطالعاتی که داره کار میشه، احتمال خیلی زیاد با این پیشرفتی داره اتفاق میفته ممکنه 1-2 سال آینده این دوزا تغییر اساسی ما داشته باشیم، چه تو رادیولوژی چه تو پزشکی هستیم. خب آقای دکتر اگه سوال نیست من وارد مبحث بعدی بشم. بله، حالا چند دوستان چند سوال نوشتن که آخر جلسه راجع بهش صحبت می‌کنیم. بله بفرمایید. خب مبحث آخرم بحث ترانوستیکی، همون نکته‌ای که اسلاید اول در رابطه با تعریف پزشکی هستی خدمتتون عرض شد. بعضی از رادیوداروها هستن که همزمان هم در حقیقت نقش تشخیصی دارن هم نقش درمانی. We see what we treat, we treat what we see. یعنی چی؟ یعنی که ما اگر مثلا تومور نوراندکراین میخوایم درمان کنیم، ابتدا میایم با گالیوم دوتاتیت گیرندهای سوماتوستاتین رو روی تک تک ضایعاتشون رو بررسی میکنیم آیا وجود دارد و اگر وجود دارد چقدر وجود دارد، کوانتیفای میکنیم. حالا که مطمئن شدیم عنصر درمانی تشخیصیمونو یا ترانوستیکیمونو اصطلاحاً که لوتوشیوم 177 مثلا هست که 90% حدوداً نشریه بتا صادر میکنه و 10% گاما که تشخیصی هست تزریق میکنیم و همزمان که نقش درمان داره بازی میکنه با اون 10% استفاده میکنیم و اسکن میکنیم، این بار با اسپکت. یعنی از قبل ما میدونیم چه چیز هستن، میبینیمشون، بعد درمان میکنیم، این درمان هم میبینیم چه درمانی چطوری داره انجام میشه. به خاطر یک بریکترو هست توی علم و به خصوص در بحث پزشکی هسته‌ای هست شد، چون بعضی عناصر رادیواکتیو همزمان دوتاش دارن، کار راحتی، یعنی خیلی فیزیبل هست. و همونطور میدونیم کلاسیفیکیشن های برونکوپولمونری در حقیقت نوراندوکراین نوپلازیا که WHO کلاسیفای کرده از بالا تا پایین میرسیم به اصطلاح به تیپیکال برونکیال کارسینوید ها، آخرا اسمال سل بر اساس میزان میتوز و نکروز و دسته‌بندی مختلفی که روزآمد میشه. این بیمار ما بوده که به خدا رو شکر از 2016 در کشور توسط همکاران خوب ما در جاهای کشور در حال انجام هست که از 2016 شروع شده و با لوتشیوم بهش میگن PRRT پپتاید ریسپتور رادیونوکلید تراپی و پت قبلش این ضایعات در ریه و به اصطلاح درمان با لوتشیوم براش انجام شد. 1-2 تا دوز هم اکتینیوم گرفته این بیمار که خدا رو شکر بعد از چندین سال هنوز استیبل هست. برای چه بیماری جناب دکتر؟ جانم؟ برای چه بیماری؟ برونکوپولمونری نوراندوکراین تومور. نوراندوکراین ها، درسته. بله. و سوال ممکنه باشه که خب در حقیقت پاسخ به درمان این تومورها چگونه است با لوتشیوم دوتاتیت با این درمان جدید؟ مطالعات کمی است روی برونکویال در حقیقت نوراندوکراین تومور. مطالعاتی بودن که بیشتر از 10 تا کیس به اصطلاح اینکلود کرده بودن که من چند تاشو جمع کردم. دیدم دیزیز کنترل ریت اینا حدود 60 تا 88% هست و پی اف اسشون 18 تا 27%. اوورال سروایوال حدود 40 تا 59% ذکر شده در کل. و همونطور که دیده شد در اسلاید قبل اسمال سل لان کانسر هم آخر طیف گذاشته WHO و این سری مطالعات محدود، ترایل محدودی هم در حال انجام هست که خب ما میدونیم کیس داشتیم میگن کامبینیشن ایمونو با کیمو ممکنه تا حدی کمک بکنه به این بیماران که اوایل کار هستیم نیاز به کار بیشتری داره تو این و حتی تریسرهای جدیدتری میشه استفاده کرد. و یک درمان دیگه که تو کشور فاز 1 انجام شد و توسط همکاران خوب ما در کشور لوتشیوم فپی هست. همونطور که عرض شد فپی یک در حقیقت تارگت خیلی خوب اونکولوژی هم هست، چون ما کانسر اسوسییتد فایبروبلاست داریم که به اصطلاح نقش تخریبی بازی میکنه هر جا هست عملاً، که اینو نشاندار میکنیم و لوتشیوم به چشم میچسبونیم. به جای پت فپی که عرض شد توی آیلدی ما استفاده میکنیم، نقش پت تشخیصی هست اونجا، ما لوتشیوم میچسبونیم که نقش ترانوستیکی یا بیشتر درمانی بازی میکنه. حدود 21 بیمار داشتیم که یکی از اینا کانسر ریه بود که میبینید جذبش
بد نبود، گرچه نیاز داریم این کار تقویت بشه که همکاران ما به جد دنبال بهتر کردن افیکیسی دارو هستن، یعنی اینکه جذب دارو در لیژن بیشتر بشه، در بافت نرمال کمتر بشه که افیکیسی بهتری داشته باشیم. و همینطوری سری مطالعاتی اومدن بیرون که میگن که تلفیق فاب در کنار در حقیقت ایمیون چک پوینت اینهیبیتورها PD-1 میتونه افیکیسی رو افزایش بده. یعنی اینکه رادیودارو لزوما چیز نیست که تنها انجام بشه، در بعضی موارد میشه کامبینیشن انجام داد. و اسلاید آخر این که در رابطه با نقش به اصطلاح ترانوستیک در راستای پرسیژن مدیسین، همونطور که عرض شد این عکس در حقیقت تصویر سمت چپ من، لیژن های متعدد با هتروژنیتی متعدد دیده میشه، کای‌های مختلف در کبد نسبت به ادرنال میبینیم که جذب‌های مختلف دارن. یعنی پت میتونه هتروژنیتی رو این لیژن‌ها به ما نشون بده در سرتاسر بدن. از این هم جلوتر بریم، بیمار میتونه در زایات یعنی در یک زایه هم هتروژن باشه و با پت بشه اینا رو تریس کرد، پروب کرد، بررسی کرد. نگاه بفرمایید در این لیژنی که من حالا دارم نشون میدم وسط، این پیکان نارنجی رنگ پت فپی هست، پیکان آبی رنگ پت گالیوم دوتاتیت که گیرنده سوماتوستاتین رو به اصطلاح نشون میده. میبینید سمت نارنجی برتری با FTG، سمت آبی برتری با سوماتوستاتین رسپتور هست. یعنی اینکه این به ما میگه در این پت که این بیمار احتمالاً این زایه بیمار ممکنه بیمار 100 زایه داشته باشه. این زایه بیمار از تلفیق یا کامبینیشن تراپی سود خواهد برد. PRRT به تنهایی ممکنه باعث نابودی این زایه نشه، ممکنه بقیه زایات رو محو کنه. و میبینید که تصویر در حقیقت همین تصویر سمت راست ما، این سمت راست که پت FTG بالا نوشته شده، واضحاً برتری با FTG، در صورتی که متناظر با اون ما در پت گالیوم دوتاتیتش چیزی نمیبینیم. حالا خب هوش مصنوعی اینجا میاد به کمک ما با این بیگ دیتا مستحضر که بیمار اکثر بیماران متاستاتیک هستن و چندین زایه در پت دارن، در پت‌های متعدد، در پت‌های فالوآپ متعدد. بنابراین خدمت شما عرض شود که پت میتونه با کمک هوش مصنوعی مشخص کنه چه سری زایعاتی از چه درمانی کی و تا چه مدت سود میبرن، که اینجا دقیقاً در راستای نقش پرسیژن مدیسین حرکت میکنیم. و خدمت شما شود در پایان من خواستم خدمتتون عرض کنم که همونطور که در سری اسلایدها عرض شد خدمتتون به طور محدود، چون واقعا هر کدوم از این سکشن ها جای خاصی میطلبه و سخنرانی بیشتر، پزشکی هسته‌ای نقشش در بیماری‌های ریوی فراتر از تشخیص سرطان و پیتی به تنهاییه و امروزه در تشخیص التهاب‌ها، فیبروز، آمبولی‌ها، تصویر و ارزیابی پاسخ به درمان و حتی درمان‌های جدید میتونه کمک کننده باشه. جناب دکتر در پایان من میخوام، حالا سوالی هست در خدمتم؟ آره چند تا سوال هست که ما خدمت. من اول از دوستان خواهش میکنم که فعلا پیام تشکر نفرستن که ما چت عمومی رو داشته باشیم. آقای دکتر اسدی دستتون درد نکنه، من خیلی چیز یاد گرفتم، بسیار عالی بود. ما هدفمون دوستان توی، حالا من سوالات رو میخونم از بالا، جناب دکتر خودتون اگه چت عمومی رو باز بکنید میتونید سوالات رو ببینید. ما هدفمون از این جلسه بیشتر این بود که دوستان پولمونولوژیست با جو و حال و هوای نوکلار مدیسین و اینکه چه کمکی به ما میتونن بکنن در تشخیص و درمان بیمارانمون آشنا بشیم. به فرمایش آقای دکتر هر کدوم از اینها خودشون یک جلسه مجزا نیاز دارن. ما در واقع از پت سیتی گرفته تا فپی اینا همه سوالات خیلی زیادی داریم که باید بدونیم در پرکتیس چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. من چند تا از سوالایی که دوستان اینجا نوشتن رو با شما آقای دکتر مرور میکنم. اول سوالی که خودم میخوام بپرسم بحث SUV هستش. آیا در پت SUV خاصی رو شما ملاک قرار میدید برای اینکه بگید مالیگننت هست یا نیست؟ اصلا جایگاه SUV در نوکلار مدیسین الان چیه؟
یه چالنجینگ کوئسچن جناب دکتر، همونطور که عرض شد توی بحث اسپین خدمتتون مطرح شد، بهتره که اکتفا بکنیم به همون بحث چشمی فقط که همکاران ما ریپورت میکنن جذب متوسط شدید اونو پیگیری کنیم. چرا؟ همونطور عرض شد بر اساس اینکه میزان تزریق، فاصله تزریق تا تصویربرداری، میزان حساسیت دستگاه و یه سری خصوصیات دستگاه، ولی اینکه یه سری خصوصیات متابولیکی خود لیژن و اینکه لیژن در کجای ریه باشه، اینا همه متفاوته ولی سایز اون زایه که مد نظر هست. بنابراین جمعی تفاسیر این که ما یک عدد خاصی 2.5 ذکر میشه، اینها واقعا خیلی سخته که امروزه بشه استناد کرد تو پت FDG و بگیم اگر این قبول این بود، چون ممکنه خیلی مسائل میس کنیم این مواردو، یا مثلا کوچیک باشه نبینیم این داستانو، یا اصلا FDG آپتیک نبینیم در این حد. بنابراین خیر کلی خیر. خب حالا بریم سراغ سوال جناب دکتر میرزا آقازاده. فرمودن اگر در پرکتیس روزانه طبق گایدلاین و اندیکاسیون پیش نریم هزینه‌های سنگینی به بیمار تحمیل میشه، قطعا همینجوره. ما تو بحث فپی و تو ILD اگر که واقعا نوکلار مدیسین بتواند به ما کمک کند، سی تی اسکنی که داریم میبینیم هانیکامبینگ داره، تراکشنال برونشکتازی داره، به ما بگه که آقا اینجا چقدر اینفلامیشن داریم، آیا من الان به مریض NSIP'م بیام فورتون و سلسپت رو بدم یا نه، دیگه بیخیال شم این سکلی باقی نگذاشته، همش سکل هستش. خب خیلی کمک میکنه. طبیعتا قرار نیست برای هر مریضی از این استفاده بشه و فرمایش دوستان قاعدتا باید توی مسائل تحقیقاتی بریم جلو. میدونیم در ILD نه برونکوسکوپی و بال و نه سی تی اسکن نمیتونه فیبروز رو از اینفلامیشن افتراق بده و مشکلی هست که ما الان تو پرکتیسمون داریم. جناب دکتر ظاهری فرمودن آیا فپی جایگزین بیوپسی باز میتونه بشه؟ که خب خیلی بعید میدونم. فعلا مطالعه‌ای هم که توی بوشهر دوستان انجام داده بودن مقایسه با بیوپسی نبود تا اونجایی که میدونم، فقط تعدادی کیساشون که داشتن پرزنته کردن و باید اینکه جایگزین بیوپسی بشه فعلا در شرایط فعلی نیست. درست میگم آقای دکتر اسدی؟ یعنی بله هنوز اینجوری نیست، بیشتر به ما کمک میکنه. درسته. آقای دکتر یه بحث بین دوستان پیش اومد، شما که داشتید صحبت‌های شما سر بحث رادیوداروی گالیوم 68 فپی آیا توی ایران جز رادیواکتیوهای تایید شده است تو سازمان غذا و دارو یا خیر؟ تا اونجا که من میدونم هم انجام دادن اینو، میتونم بیشتر سرچ کنم دقیق‌تر پاسخ بدم، ولی تا اونجا که میدونم وارد سیستم دارویی ایران احتمالاً شده. حالا میشه الان شما تو بوشهر دارید ازش استفاده میکنید، درسته؟ بله ما استفاده میکنیم. ما الان تو اصفهان هم چند ماهیه که داریم ازش استفاده میکنیم، احتمالاً مجوز دارن که آوردن، بدون این داستان نیست دیگه. آقای دکتر فرمایشی داشتید جناب دکتر اسدی؟ خیلی بله بفرمایید. آقای دکتر ظاهری فرمودن یکی از مشکلاتی که پلنار در واقع پرفیوژن اسکن داره اینه که اغلب مریضا رو اینترمدییت ریپورت میکنن که نمیدونیم درمان بذاریم یا نه. خب بله دقیقاً به خاطر همین که دیگه اسپکت اومده جایگزینش شده که تکلیف ما رو مشخص بکنه و ما با اون بحث اینترمدییت و های و لو گیر نیفتیم. جناب دکتر میرزا آقازاده فرمودن آیا در لیترچر جایی هست که بالین شک بالینی پی تی بالا باشه، ویکیو اسکن هم بالا باشه، همودینامیک مختل و ترومبولیتیک داده باشن؟ البته نمیدونم، حالا کاری احتمالاً به بحث امشبمون بحث نیست، نمیدونم جواب سوال شما رو نمیدونم، اگه دوستان میدونن لطفاً جواب بدن. آقای دکتر کاظمی زاده راجع به این سوال پرسیدن که این مواد هسته‌ای رو ما توی کشورمون داریم تولید میکنیم یا اینکه از خارج داره وارد میشه و چرا هزینه‌هاش اینقدر بالاست؟ یه توضیح میدید جناب اسدی؟ ما اول از آخر سوال پاسخ بدم که هزینه اینقدر پایینه. خب اول اینکه واقعا هزینه واقعا پایینه، یعنی من با دوستان خارجی که جلسه میذارم زیاد تبدیل میکنم به این قیمت‌ها، واقعا ناچیزه، چون مستحضرید که بعضی از حالا پت اسکن‌ها در جای دیگه خیلی عدد خیلی به دلار قابل گفتن نیست، حتی به خصوص حالا پتای مثل فپی، پتای مثل گالیوم دوتاتیو، گالیوم PSMA، پتای تخصصی تر. امروز مستحضرید که فکر کنم تعداد پتا فکر میکنم داره کم کم به عدد 10 نزدیک میشیم، یعنی در کل، و
همه این پتا حتی تو بعضی از خیلی سانترهای دنیا واقعا موجود نیستن. ما الان مثلا حالا جانبی عرض کنم پت آمیلوید تو کشور داریم، پت تایمیدین داریم برای بحث تومورهای مغزی، خب کمتر جایی هست که همکاران ما مقالم چاپ کرد. پس این که گرونن خیر، سال بعدی چی بود دکتر؟ این که آیا تولید کشور هستن اینها؟ بگو جناب دکتر، اینا عموما با سیکلوترون تولید میشن یا با گالیوم. اگر فلور باشه با سیکلوترون تولید میشه که تو کشور هست، یعنی سیکلوترون خریداری میشه، استفاده میشه. اگر گالیوم 68 باشه که ژنراتور به اصطلاح ژرمانیوم وارد میشه و میلکینگ انجام میشه یا دوشیدن تبدیل میشه به گالیوم 68 که دخترش هست به اصطلاح و لیبل میشه با اون مارکر یا لیگاندی که میخوان. قسمت سخت ماجرا اون کولد کیتی هست، اون قسمت سردی هست که خوشبختانه امروزه همکاران بیشتر اونها تو کشور میسازن و تولید میکنن. درسته، بسیار عالی. جناب دکتر اون اسلاید مربوط به COPD رو لطف میکنید بیارید، اونجایی که ویکیو اسکن رو در واقع ویکیو میسمچ رو صحبت کرده بودیم. خانم دکتر اسدی راجع به اون سوال پرسیدن. بله. خانم دکتر سوال پرسیدن که شما فرمودید که سیویریتی گاز اکسچنج رو اینجا ما میتونیم متوجه بشیم، درسته؟ بله بله. یه توضیح مجدد میدید لطفاً؟ حالا من اون اسلاید رو گذاشته بودم ولی حذف کردم چون طولانی میشد. یه سری مطالعات انجام شده، هنوز به اصطلاح بعضی مطالعات هست که اومده گریدینگ کرده و هم از لحاظ ابسترکشن هم از لحاظ گاز اکسچنج که ببینیم که آیا خدمت شما عرض شود که توزیع این رادیوداروی به اصطلاح ونتیلیشنی که ما استفاده میکنیم خدمت شما عرض شود که چگونه هست در ریه. اگر سنترال دپوزیشن ما داشته باشیم مثل این بیمار که اصلا پریفری بیمار عملا ناچیز هست، در به اصطلاح جذبش ناچیز است، همش تو ناحیه سنترال به اصطلاح ریه دپوزیت شده و یا اگر هم هست قسمت‌های بالایی ریه هست عملا، اینجا میشه به این بیمار به اصطلاح گریدینگ بالا داد و گاز اکسچنج رو اینجا تفسیر کرد که همطور که می‌بینیم عملاً به اصطلاح خوب دیستریبیوت نشده، به انتها نرسیده و اگر هم رسیده وسط تمرکز پیدا کرده و بالای ریه تا حدی. من فکر میکنم که خیلی تو بحث زمانایی که ما تو مریضای COPD نودول داریم، مس داریم و قراره که اونو ریزکت کنه، جراح به ما میگه من میخوام اینجا داستان به ما احتمالاً خیلی کمک میکنه اونجا. من برداشتم اینه. نکته دیگه هم که هست این که پاسخ به خانم دکتر این که حالا تکمیلی این مثلا یه درمانی شما مد نظر هست و میخواین ببینید این درمانی X اگر برای بیمار انجام بشه چقدر میتونه پاسخگو باشه و ونتیلیشن پست تریتمنت چگونه خواهد بود. این هم تو مطالعات بحث شده و حالا گایدلاین هست میشه شیر کرد اینها و به نوع این ونتیلیشن بتونه نقش در حقیقت اسسمنت درمان هم بازی کنه که آیا این دپوزیشنی که الان ما ببینیم اگر مثلا بیمار فلان کار درمانی براش انجام بشه تا چه حد به نفعش خواهد. بسیار عالی. آقای دکتر بیگی دست گرفتن، اگر سوال دارن لطفاً توی چت عمومی بنویسن که سوال دارن که ما دسترسی بدیم اگر تونستیم آقای دکتر صحبت کنن. خانم دکتر چاقور من پرسیدن که بیماری داریم باردار 8 هفته و شک به آمبولیمون بالاست، ما اجازه داریم که اسکن پرفیوژن براش انجام بدیم؟ بله سوال خیلی خوبیه. این اسکن پرفیوژن انجام میشه با دوز حداقل عرض شد میتونیم دوزو به اصطلاح حدود 50 مگابکرل یا حدود 1.5 میلی کوری تقریبا، یعنی اگر 4 تا 5 میلی کوری ما پرفیوژن انجام میدیم برای فرد به اصطلاح نرمال غیر باردار به اصطلاح خانم باردار، بعد بیایم 50 مگابکرل یا حدود 1 تا 1.5 میلی کوری انجام بدیم برای این. اگر پرفیوژن ابنورمال بود برای این فرد خاص به اصطلاح میتونیم ونتیلیشن هم انجام بدیم براش. خب دوستان دارن مینویسن، فکر کنم باز هم سوال دارن، ما یه کمی صبر کنیم. خانم دکتر اسدی پرسیدن توی فپی هم SUV بالای 2.5 غیر طبیعیه، یعنی اونجا ما میتونیم بگیم SUV ملاک هست یا خیر؟ خیلی ممنون، سوال خیلی خیلی خوب و تخصصی است. خدمت شما عرض شود که ما چون توی ILD با یک اسکاتر فایبروزیس روبرو هستیم در سرتاسر ریه
بنابراین یه سری معیارهای دیگه هم از این که ما یک نقطه‌ای مثلا SUV بگیم فقط در فلان ناحیه 2 میلیمتری 2 سانتیمتری ما SUVمون اینقدر بود اونقدر نبود شاید قضاوت سخت کنه. بنابراین ما در مطالعاتمون میایم یک توتال لانگ SUV حساب میکنیم و به اصطلاح هولوستیکالی میزان جذب اون ریه ها رو با هم مقایسه میکنیم. یعنی علاوه بر SUV ماکس SUV مین اون موارد هم با هم مقایسه میکنیم. مثل اون یکی از مطالعاتی بود که توی امریکن جورنال دقیقاً رسپیراتوری کیر فکر کنم چاپ شده بود. تقریبا همه مطالعات فپی تو مطالعه ما هم همینه. اگر مد نظر باشه در دسترس دارن میتونن قسمت بررسی آماری ما مطالعه بفرمایند که اینو به اصطلاح دقیق تر بشه قضاوت کرد. جناب دکتر بیگی شما اون هدست رو 2 بار کلیک بفرمایید لطفاً. میتونید صحبت کنید. دوستان پشتیبان هم یه توضیحی مجدد بدن. آقای دکتر بهتویی هم میخوان صحبت کنم. آقای دکتر بهتویی بله بفرمایید. اگر 2 بار روی علامت هدست کلیک بفرمایید میکروفون خودتون رو انتخاب بفرمایید ما صدای شما رو داریم. جناب دکتر بیگی 2 بار کلیک بفرمایید بعد میکروفون رو انتخاب کنید. جناب دکتر اسدی شما الان ایران تشریف دارید ما مزاحمتون شدیم یا نه؟ بله در خدمتم. بله دکتر بهتویی شما همین کار رو بفرمایید. اون میکروست رو 2 بار کلیک بفرمایید لطفاً. آقای دکتر بیگی الان 1 بار روی علامت میکروفون پایین اسلاید کلیک بفرمایید که ما صدای شما رو داشته باشیم. سلام عرض میکنم. صدای من هست؟ بله جناب دکتر بیگی من شما رو نمیشناسم جسارتا ببخشید خودتون معرفی بفرمایید ما خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. من دکتر بیگی هستم، متخصص داروسازی هسته‌ای. مسئولیتم هم ریاست مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه تهران هست. من اول از جناب عالی تشکر میکنم و همینطور از همکار بسیار عزیزمون آقای دکتر اسدی به خاطر اون پرزنتیشن خیلی خوبشون. من فقط خواستم راجع به این رادیو داروهای کوتاه یه توضیح خدمتتون عرض بکنم اگه اجازه بفرمایید. محبت می‌فرمایید. نکته اول این که این رادیو داروهایی که الان برای تشخیص هستش، همین گالیوم فپی 46 و گالیوم فپی 2286 که در ایران در دسترس هست و همینطور لوتیشیوم فپی 2286 که به عنوان درمانی ازش استفاده میشه، اینا هنوز وارد فهرست رسمی داروهای ایران نشده. آخرین آپدیت فهرست مربوط به 15 دی ماه سال 1403 هستش. انشالله اینا وارد بشه که به طور رسمی همکاران بتونن نسخه نویسی بکنن و اوردر بدن که این کار انجام بشه. بنابراین الان به صورت روتین واقعا نمیشه چون قانونی نیستش و در قالب پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های حالا تهران شهید بهشتی، ایران، مشهد و بوشهر داره یه سری پروژه‌ای انجام میشه. نکته دوم در مورد تولید داخل ایناست. ما رادیو داروی گالیوم فپی رو کامل در ایران تولید داریم. ژنراتورش هم به صورت ژنراتور ژرمنیوم گالیوم خود سازمان انرژی اتمی تولید میکنه. در واقع ما جزو 6 کشوری هستیم که این فناوری رو داریم و الان سازمان انرژی اتمی این ژنراتور ژرمنیوم گالیوم صادرات هم داره. این 2 نکته‌ای بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. خیلی متشکرم که فرصت دادید. باعث افتخار بود جناب دکتر، محبت کردید، سپاسگزارم. جناب دکتر بهتویی شما هم همون مسیر رو لطفاً برید. هدست رو 2 بار کلیک بفرمایید. آقای اسدی فرمایشی دارید؟ من در خدمتم هستم. در خدمتم. خب دکتر بهتویی هدست رو آوردید شما؟ آقای دکتر بهتویی خب مدتی دارن روی این زمینه کار میکنن، مقاله خیلی خوبی هم چاپ کردن و انشالله تو کنگره سال آینده هم سخنرانی تو این زمینه خواهند داشت. کاربرد نوکلار مدیسین توی اینترستیشال لانگ دیزیز ها، حالا اگه بتونن وصل بشن که صحبت کنن. یک بار دیگه دوستان پشتیبانی توضیح بدید برای دکتر بهتویی.
جای دکتر بحتویی زحمت شما 2 بار رو علامت هدست کلیک بفرمایید، علامت میکروفون رو انتخاب بفرمایید که ما صدای شما رو داشته دکتر باشیم. بحتویی الان میکروفونتون بله دکتر بحتویی سلام. سلام علیکم. صدا منو دارید؟ بله خدمت شما هستیم. بله خیلی متشکرم که این وقت به ما داده شد که بتونیم در مورد تجربیاتی که در دکتر اسدی لطفاً میکروفونتون خاموش میکنید. بله بفرمایید. همونطور که دوستان میدونن مبحث ILD شاید که از پر از نظر 20 حدوداً 200 نوع طوری که من میدونم ما ILD داریم و این که واقعا یک دکتر بحتویی صداتون خیلی بد میاد. با چی صحبت میکنید شما؟ من تو موبایل هستم، تو خیابون هستم. صدا داری الان؟ صداتون آقای خیلی دکتر نویزی. من عذرخواهی میکنم. آقای دکتر از هدست استفاده فرمودین شما؟ نه من میکروفون. نه میخوام ببینم هدست به گوشیتون وصل کردین یا نه؟ هندزفری هیچی به گوشی وصل نیست؟ درست نیست. صداتون اوکی خیلی نویزی. بفرمایید. ولی صدا خیلی نویز داره. الان صدا میاد؟ بهتر شد؟ الو؟ بله جناب دکتر. صداتون با نویز میاد جناب دکتر. اگه کوتاه بگید ممنون میشم. خدمتتون که عرض کنم من هایپوتزی که در ذهنمون بود این بود که ما روش ارائه بدیم برخورد با LD بسیار ساده تر از این بشه. فکر میکنیم اگر بتونیم این روش رو مطالعه رو گسترده کنیم، یک گایدلاین جدیدی برای تشخیص و مانیتورینگ درمان ILD ارائه بدیم و که این بتونیم در جایگزین این روش‌های حاضر بشه و نیاز به بایوپسی رو مرتفع بکنه. ما در این مطالعه‌مون یک کاری که با اضافه بشه، دوستان دیگه اگر دوست داشته باشن این کار ادامه بدن، این که بیان نمونه ها رو همزمان با این چیزهایی که انجام میدن با این اسکن ها بایوپسی هم انجام بدن و ببینن چقدر با بایوپسی همراهی داره. تا اینجا صدا رو داشتید دکتر؟ بله صداتون داریم ولی صداتون خیلی نویز داره. من میتونم از شما خواهش کنم جناب دکتر؟ چرا؟ دکتر بحتویی صداتون خیلی نویز داره و من فکر میکنم من برداشتم این بود که فرمودید که احتمالا ما با بحث میکروفونتون رو خاموش. الو؟ بحتویی. بله جانم. بله دکتر بحتویی صدا دارید الان؟ صداتون خیلی نویز داره. من جسارتا از تو خواهش می‌کنم توضیحاتتون اگه با وایس تو گروه واتساپی بفرستین اونجا حتما گوش میدیم چون واقعا صدا کیفیتش خیلی پایینه. بله چشم. بله چشم. دیگه من من واقعا عذرخواهی میکنم. جناب دکتر اسدی، خانم دکتر اسدی یه سوال دیگه از شما پرسیدن. جناب دکتر بحتویی میکروفون رو لطف میکنید خاموش کنید. بله ممنونم. خانم دکتر اسدی پرسیدن ما اگه مریضی داشته باشیم مثلا GVHD یا اسکلرودرمی که پوستش هم فیبروز شدید داره، اون وقت آیا توتال لانگ SUV فپی به صورت کاذب ممکنه بالا نشون داده بشه؟ بعیده، احتمالش بعیده. حالا نمیدونم ربطش چی هست ولی قاعدتا نباید اینطوری باشه. خانم دکتر اسدی اگر روی این زمینه شما تجربه‌ای داشتید، توضیحی دارید، میخواید بفرمایید بگید که دسترسی بدن دوستان شما هم صحبت کنید. حالا شما تو بیمارستان شریعتی با مریضای ILD و اسکلرودرمی زیادی کار کردید. اگر توضیح شفاهی دارید بدید که ما خوشحال میشیم استفاده کنیم. متاسفانه نتونستیم صدای دکتر بحتویی رو داشته باشیم. خانم دکتر اسدی میشه لطفاً میکروفونتون رو باز کنید که برامون توضیح بدید؟ لطفاً رو هدست 2 بار کلیک بفرمایید.
خب اوکی باشه، مرسی خانم دکتر. دوستان اگر سوالی هست که ما خدمت شما هستیم، اگر نه که جلسه رو به پایان برسونیم. جناب دکتر من فقط اگر اجازه هست، بله حتما. من خواستم واقعا از همه عزیزان که وقت ارزشمندشون رو برای حضور در این وبینار اختصاص دادن واقعا سپاسگزاری کنم و همینطور بازم از انجمن ریه به خصوص حضرت عالی و آقای دکتر بهتویی واقعا فرصت رو فراهم کردن که ما بتونیم این سری موارد جدید رو به اشتراک بذاریم در زمینه طب هسته‌ای در بیماری ریه. واقعا سپاسگزاری کنم. امیدوارم مطالبی که مطرح شد واقعا مفید واقع بشه و بتونیم با همکاری بیشتر به خصوص در بحث ریه به ارتقای درمان و تشخیص بیماری‌ها کمک کنیم. و اگر موردی باشه، سوالی باشه، کامنتی باشه، اون آخر اسلایدا ایمیل من هست، در خدمتم که پاسخگو باشم. خیلی ممنون جناب دکتر، وقت خودتون رو در شب جمعه در اختیار ما گذاشتید. بسیار سپاسگزارم. ما انشاءالله باز هم خدمت شما باشیم و جلسات مشترکی رو با شما داشته باشیم، حتی کیس بیاریم بحث کنیم. منم از همه دوستان تشکر میکنم. این آخرین جلسه ما در سال 1403 بود. من خیلی خوشحالم که کاری رو که پارسال تو این زمان شروع کردیم برای بحث ژورنال واچ ها تونستیم 1 سال خیلی خوب ادامه بدیم. تقریبا هر شب جمعه مباحث جدیدی رو مرور کردیم. از همه دوستان سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که سال نو سالی پر از خیر و برکت و شادی برای همه شما باشه. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. شب همگی بخیر.